بگیره، دل که احساس داشته باشه و هموطنایش در این سرما به زیر آواره ها ببینه یا در گوشه گوشه شهر آواره زیر خیمه ها در دشت و صحراها، از یک طرف باران بر اونها میباره و از طرف یخ فرا میگیره و از جهت هم وسایل و اسباب برای گرما وجود نداشته باشد. عزیزان شما از مؤسسه خیریه احساس هم اکنون در ولسوالی رباطسنگی قرار دارند، جایگاهی که چند شب مردم با سرمای شدید در بیرون از خانه ها از ترس زلزله مصیبت آفرین هرات خوابیده اند و ما توانستیم الحمدلله به مقدار کمپل و لباسهای زمستانی از قبیل جمپر و لباسهای زمستانی را به خدمت عزیزها برسانیم و امروز که 23 میزان 1402 هجری شمسی است، این مقدار مواد برای عزیزان ما در ولسوالی رباطسنگی توزیع بشه. جای داره که تشکری قدردانی داشته باشیم از عزیزانی که در این عرصه ما را همکاری کردند و درخواست داریم از بقیه برادران اهل خیر که در این شب و روزهای سرد عزیزان خود که در دشت و صحرا و بیابان بدون داشتن وسایل گرما به خواب فرو میرند ان شاء الله از یاد نبرند و به یاد فقرا و برادران عزیز و خواهران گرامی خود باشیم. مؤسسه خیریه احساس با کمال اطمینان میتونه که مواد شما و یا خدمات شما و همکاری های شما را ان شاء الله با کمال امانتداری به مستحق ترین مردم ان شاء الله برسانه. جزاکم الله خیرا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.